سلام، من امید هستم و امروز بازی ماینکرافت یعنی هوند گیمز ویدیوشو دارم میسازم. خب امیدوارم خوب ویدیوی باشه و امیدوارم خوب چیزای باشه. خب آره، خوب چیزای باشد ولی همان باید فرار کنیم چون هیچ نان نگرفتیم و آدم ها فکر کن چیزای خوبی باشدن. خب دیگه صندوق ببینیم چی هستن. آه نانم پیدا شد. خب تبر. خب اینجا کتابخان. اینجا خیلی صندوق پیدا میشه. طبقا 9 تا 10 تا شاید پیدا شد این صندوق. او قدر زیاده که همه اوکی باشد. خیلی خوب. سلام. فکر کنیم یک نفر برای کشتن ما داره میاد. شمشیر بگیرم هم اینجا. خب اینجا مثلا نه. خب آره یمک. خب چیزای خوبی داره فعلا. اگه یک نفر بیاد باش مبارزه کده میتونیم چون که کیک هم داریم. که اگه داشته باشیم خیلی خوب میشه تا این بازی. خب دیگه چیز لازم نیه. باید همون فرار کنم برم بالا صندوق های بالا رو بگیرم. اینجا صندوق نیست ولی بالاتر از او 4 تا یا 5 تا صندوق هستن. در این طبقه رسیدیم. خب یک صندوق اینجا. خوب باز شد. یک دارمدم باز شد. فالی شد. خب چند نفر پایین هست ولی بالا که نه میخوام بیان. نه چون که بالا ما صندوق ها رو گرفته میکنم میخوام چیکنم. خب فکر کنم فول نه فقط چیز جراب پیدا کنیم. جراب آهنی دیگه فول چی میشیم چنم بود چی بود آهن نیزیری میشیم. آهن نیزیری. اوکی یک صندوق اینجا. یک صندوق اینجا. او نگاه کنیم. فکر کنم نگاه کنیم. نه نگاه نکرده بودیم. خب حالا ما مورم از اینجا پایین چون که تمام کارا کردم و میگم پایین. فقط یک چی پیدا کنیم که انشالله پیدا میکنیم. جراب. خب ما رو برم بکشم. یادم آدم ها رو بکشیم که وقتی در میدان رسیدیم راحت تر بیتونیم بازی رو ببریم. آره خیلی راحت کشتیمش. خب دیگه یک نفر اونجا. صبر کن تو اینجا دنبال صبر کن. صبر کن. یک تک بین تک. او فرار کرد ولی توی موری. خب چی شد چند نفره میان اما باید که خود سری بخورم. سری بخور. خوردم. بیاین. نه شما فرار میکنه. فرار کردم. صبر کن. ایره حتما یک دونشونو باید بکشم. نمیشه نکشم. آدم باید بکشم. اونم جنگ کردم. evet. راحت شدید. من یک نفرشونو کشتم. خب دیدین کیک چقدر خوب بوده. اگه کیک نداشته بودم مرا راحت میکشتم. کیک خیلی خوبه. یک کیک دیگه هم دست مالی شد. نفر بالایی رم برم بکشم. اونجا میخواد خود شمشیر ندرست میکنه. سب کنم الان دست سراخت میم. امیدوارم مرا پایین نندازم. کی میندازه؟ خب من میندازم مرا. بمر. آخرش مرد. خب من چیزایی لکه خود توی صندوق بذارم. چیزایی لکه چقدر زیاد داشتیم واقعا. 5 تا الماس. سب کن اینجا اوکی پیدا کنم که خیلی خوبه. خب یک جراب. خب دیگه ست خود تموم. یعنی چی زیره ها خود تموم کردم دیگه. قیدتن زیره همی آهنم. الماس اینجا در هیچ صندوق پیدا نمیشه. فقط میتونین قد الماس 5 تا جمع کنین. میتونین یک کفش یا پولو بسازین. خب ما بریم یک شمشیر چی بسازیم در خود الماسی. آره الان شد. یک کفش میتونم بسازم. آخرش خب از اینجا چی شد؟ شمشیر
اوه اگه شمشیر من انداخته بود و آدم هم میامدم وقت خیلی خیلی بد میشد. سب کن چیزایی که بزن جسم راحت شه آخرش. 3 تا کیک دارم. خب دیگه آدم نیه اینجا. آدم ها فرار کردن. مرد دیدن که میدن من خیلی قوی شدم از خاطر فرار کردن. آها یک نفر اینجا هست. آها تو میخوای بیشینی. اگه بیشینی من بمر. اوه 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 مردی ذاتن تو. خب وقت اونجا شیشته بود که من نبینمش. اگه بیشینم اسم چرا نبینم و پیدا نکنمش. خب عالی بودم. یک چرا بگیریم ولی نیازی نیه دیگه. ها خب دیگه آدم ها کجایم. آدم میخوام آدم ایسا جام پر زدن که میخوام چیکار. چند دقیقه مانده تا 2 دقیقه مانده که در میدان رسیم. خوب بازی رو شروع کردم. خب دوری برمیگردم که شاید یک آدم پیدا کنم. یک الماس دیگه 5 تا الماس جمع کنم یک کلاه بسازم خیلی خوب میشه. اگه پیدا کنم من الماس قراحت پیدا نمیشه ولی تا 2 دقیقه شاید پیدا کنم. پیدا نمیتونم تا او بالا برم پس بیام پایین. 2 دقیقه رد شده. یک آدم اونجا دیدیم اون کشتنی و آدم ما که هرچی جان چری کم میکنم در میدان که رسید راحت میکشمش. خب آها آها نه دیدمش. کار تموم شد. اینجا گیر افتادن از خاطر تو باید بموری ذاتن ده. چند الماس داشته. یک الماس. اوه ها 5 تا الماس شد. من از این چجوری فرار کنم. گیر افتادیم. سب کن اینجا را فرار رستم. سب کن اینجوری میتونم فرار کنم. نه هیچ رای فرار نیست. خب یه نان بخورم. چند دقیقه مانده. 1 دقیقه مانده. فکر کنم 30 ثانیه مانده که با میدان برسیم. در 30 ثانیه اینجا بشین دیگه. یه نفر دیگه بالا میاد. شروع شد. 5 3 1 حمله. اوه پیرن چی داشته اما کشتمش. یس داب آخرش. یک دیگه خونجا بیدارم بخورم جمع پر شد آخرش. خب دیگه خب امیدوارم که حال کرده باشین. خب ویدیو همین قدر بود. اگه خوشتون آمده ویدیو لایک بندازین و میتونین قدم مشترک شین و آبونه میتونین شین. خب فعلا خداحافظ.